من سلام خوبین آقا؟ من داشتم میدویدم یا گفتم یه ویدیو بذارم از حال و احساسم بهتون بگم. من 5 سال پیش زمانی که اومدم جزیره کیش واقعا اصلا یه اوضاع خیلی داغونی داشتم. رسیدم جزیره، یعنی نه کاری داشتم، خونم نداشتم، هیچی، صفر. اومدم و الان داشتم به این موضوع فکر میکردم که روزی که اومدم اون حس و حالی که داشتم، اون استرسی که داشتم، اون حال بدیایی که داشتم، الان اصلا هیچ کدوم یادم نمیاد. اصلا یادم نمیاد چقدر من اذیت شدم. شده بود یه شب 2 شب من شاید بیشتر لب ساحل خوابیدم اوایل روزایی که اومده بودم، ولی الان خونه‌مو دارم، موتورمو دارم، ماشینمو دارم. نمیخوام بگم آدم موفقی شدم ولی نسبت به 4-5 سال پیشم بخوام نگاه کنم واقعا عالی عمل کرد داشتم. عالی پسر، ترکوندی. از خدا خواستم همینجا از خدا ممنون باشم، سپاسگزار باشم بابت همه اتفاقای خوبی که تو این چند وقته واسم اتفاق افتاده. خواستم بگم فقط این نیستش که بخوای، فقط این نیستش که بگی من این ماشین رو، من این آرامش رو میخوام. واقعا باید در قبالش بجنگی. اصلا این زندگی رسم زندگیه. خب من یه موضوعی که فهمیدم، خب ما یه سری چیزا میدیم، در قبالش یه سری چیزا دریافت میکنیم. این نیستش که یه طرفه، فقط همه چی یه طرفه باشه، یه طرفه به اون چیزایی که میخوای برسی. باید در قبال این که زندگی خوب میخوای تلاش کنی. باید در قبال این که یه بدن خوب میخوای ورزش کنی. نمیدونم کساشر پند بدم بهتون، چون اصلا خودم آدمی نیستم که بخوام حرف کسی گوش بدم، ولی خواستم از سوال خوبم بهتون بگم. حالم واقعا خوبه. امروز دوباره شروع کردم به دویدن، شروع کردم به ورزش کردن. واقعا روز اول سخت بود، ولی خب خدا رو شکر تونستم انجامش بدم. دیروز 2 کیلومتر ندویدم، ولی امروز تونستم 2 کیلومتر بدوم. تو هم از فردا شروع کن 1 کیلومتر بدو. تو از فردا پشت فقط قدم بزن. خدایا شکرت بابت همه چی.